سلام بچه ها، چطورین؟ رضا ریزر هستم. امروز اومدیم یه ویدیوی آموزشی داشته باشیم. خب قبل از هر چیزی شما چرا سابسکرایب نمی‌کنید؟ مشکل داریم؟ مگه نمیدونی ما چقدر داریم زحمت میکشیم؟ بابا یه سابسکرایب، یه لایکی صاحب داشتم بهتون بگم. شوخی میکنم. شما هر وقت دوست داشتین این کارو بکنید. خب این ویدیو آموزشی که ما امروز میخوام راجع به صحبت کنیم، راجع به تایتل های بازی پابجی موبایل. تایتل هاشون زیاده، حدود کنم 60 70 تا اینا باشه. خب ولی اون 10 12 تایی که اصلی ان راجع به اونا صحبت میکنیم، تا بعدها یه پست دیگه میذارم راجع به بقیه‌شون صحبت میکنیم. خب الان میگی بابا اینا که هر نوبی هم ولد و فلان و این داستانا. خب حالا شاید یکی تازه نصب کرده باشه، چرا گیر میدی داداش؟ راست میگه دیگه، اینقدر سخت نگیر. خب بریم که داشته باشیم. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، لایک، سابسکرایب، زنگوله و کامنت و تعریف از من. خب بریم که داشته باشیم. خب اولش که بذار من اینا رو عکس‌ها رو بیارم. نوشته سولو وینز. سولو اینه معنای تنها، تک نفره. سولو وینز یعنی اگر تو بازی، تو کلاسیک، تو بتل رویالشا تنهایی، نه 1-4، نه 1-2، تو 2 وینز، اینا نه، تنها، یعنی انمیات هم کلا تنها باشن. باشه شما وین بیشتری و برد بیشتری اون بازی رو ببری، اول بشی، برات یه دونه حساب میشه که اون تایتل رو بتونه بگیری. این تایتل هم شامل این میشه که شما ریژن یا همون ملیتی که انتخاب کردی برات اونجا میاره. خب یعنی تو بعد مثلا 2-3 هفته چیزی که میاد تو اون جدول باشی، اون موقع اون تایتلش رو میگیری. خب نیسته که بگی آقا چرا من همون لحظه طرف ببینیم سولو وینز 50 تا وین داره، آقا من چرا تایتل رو نگرفتم؟ یه مدتی داره، همونجا الکی نیست بهت بده. خب پس سعی کنید اول بدونید چی به چیه. فوش ندین تو اول با من چرا نگرفتم تایتلو. خب پس ملیتت هر چی باشه، ایران باشه، پاکستان باشه، افغانستان باشه، آلمان باشه، شما هر ملیتی که انتخاب کردی تو اون بعد از 1-2 هفته اینا تو جدول میگیری. حالا شدم اشتباه بگم، اشتباه میکنین، ولی بیشتر راجع به این موضوعش دارم صحبت میکنم، گیر به چیزای دیگهش ندید. باشه دیگه. پس شما تو کلاسیک، تو سولو وینز بیشترین وینی داشته باشی، اون تایتل رو میگیری. بعد میریم سراغ 2 وینز. 2 وینز به معنای دوتاییه، یعنی بازم بهتون میگم نه 2-4، دوتایی. کلا 2 وینز نوشته. بچه من یه خورده با جزئیات دارم توضیح میدم. خب مدلم اینه، باز فوشا اگه میاد بدونی فوش بدی اوکیه. خب من 100 سال سیام همچین کاری نمیکنم. اوکی. دوتایی، 2 وینز میری، حتی تنها میتونی 2 وینز برا. تنهایی بیشترین وینی که داشته باشی بعد از چند وقت اون تایتل رو میگیری. بعدش اسکواد وینزه. اسکواد وینز هم که معلومه دیگه، تو اسکواد بازی کنی میتونی 1-4 هم بازی کنی. خب واقعا یه چیز راجع به اسکواد وینز بگم. قدیما من یادم یکی از بچه‌ها اسکواد وینز، یعنی یک اسکواد وینز ایرانو داشت. بعد آقا من گفتم داداش دمت گرم، خیلی خوب اینو گرفتی، به ما یاد میدی. روز اول نمیگفت. چرا؟ الان نمیدونم این جریانی که میگم هست یا نه. حالا تو یه باگ که نمیدونم باشه، بذار بهتون بگم. این میگرفت چیکار میکرد؟ رو کاپ برنز که بازی میکرد یا سیلور هر چی بود، کاپش که اوایل پایین بود، میگرفت وارد بازی میشد. تو اون لابی چون با برنز یا سیلور بازی میکنی، خودت میدونی حدود 70 الی 80% انمیات یا باتن یا اسکواد، یا اینکه اصلا کلا اسکواد حساب نمیشه، یا تازه بازی رو نصب کرده اصلا نمیدونه چیه، خودش تو زون میمیره یا بات همشونو میزنه. اینا میگرفتن وارد بازی که میشدن، خودشونو یا نیت میکردن. خب نیت میکردن، میومدن بیرون دیگه. وقتی خودش نیت کرد، یعنی حساب کنه مرده. اون اسکوادش که 2-3 تا بودن، انمی روبروش همه بات بودن یا همه داهم بودن، اونا وینر رو میگرفتن. وین برای این حساب میشد. خب اینم تونتون هی میومد بیرون، خودش نیت میکرد یا میگه اون طرفی که داخل است نیتش کنه، هی میومد، این ویناش حساب میشد دیگه. کاپش هم تونتون میومد پایین، انقدر بالا میرفت. تو اسکواد میز مثلا 1000 تا وین گرفته تو اسکواد. ایول دمش گرم. بعد اونی که تو کانکور بود
پوستش کنده شده اول شده. این آقا اینجوری میگرفت، یعنی اینجوری نفر یکی اسکواد وینز ایران گرفته بود. مال پارسال بود فکر کنم. آره پارسال، خیلی خیلی وقت پیش بود. خب گفتم اینم بهتون بگم، اگر هنوزم هست تو کامنت ها بگید. انشالله. چشم. میریم سراغ بقیهش. ترمیناتور. این تایتل ترمیناتور اینه که شما باید نفر آخر، یعنی انمی نفر آخر یا بات آخر مهم نیست، اونو بکشی کیلش مال تو بشه، یه دونه بهش اضافه میشه تو این تایتل. خب یعنی شما انمی روبروی تو بزنی، کیلش کنی، کیلش برای تو حساب بشه، نه اسیسا، کیلش حساب بشه، تو ترمیناتور یکی برات بیاد. که زیادم حالا بیشتر میتونی با رفیقات تبانی کنی، بگی نفر آخر بذار ممزه. یکی از دوستامونم تو اسکواد هست، علی جلوک سبز، همش بگو اسم منو بیار. باشه دیوس گفتم. مرسی. این ترمیناتور چینه داشت، تایتل نفهاده، تایتل 2 ترمیناتور چینه داشت. آره بازش هم خوبه. الان آیپد خریده دیوس. بیا اینم از طرز فوش دادنش، بی ادب. چرا دارم فوشش میدم؟ بچه خوبیه. خب پس ترمیناتور هم متوجه شدیم. بعدیش گانز لینگر. گانز لینگر به معنای اینه که شما کیل های بیشتری داری، یعنی شما هر چی کیل بیشتر داشته باشی میتونی این تایتل رو به دست بیاری. چه خوب. یعنی اگر خیلی ها باید داشته باشی، یا حدود مثلا من اینی که الان دارم روبروم نگاه میکنم، طرف مال کدوم کشوره؟ باز نمی‌کنی نه؟ مال ایرانه. آره آقای FC سجاده که 5419 تا کیل داره. براوو. دهنت سرویس. کانکور هم داره، خیلی باید بازش خوب باشه دیگه. 5000 تا زده، این تایتل رو به دست باید نفر اوله. پس شما اگه میخواین این تایتل رو به دست بیارین، پس باید کیل های بیشتری داشته باشید. گانز لینگر. خب ترمیناتور هم گفتم. بعدیش هد شات ایلیمیشن. خب یعنی شما انمیا یا بات هایی که میکشی باید چی؟ هدشات حساب شه. چی؟ اینا میتونی خیلی راحت تر، مثلا طرفو ناک میکنی، موقعی میری بالا سرش، خب یه خورده خوشگل تنظیم کنی، داداش یه کله رو ایورتر میاری، یه خورده چپ و راست میشه، هدش 2 تا تیر میزنی تو هدش، این تایتل یکی برات حساب میشه. پس خیلی راحته دیگه. دی دست شما در نکن. به خودت اذیت نکن. بیشتر رو باتا این کارو بکنید. هدشات که میزنی برو بالا سرش، دقیقاً خوشگل یه هدشات تک تک هم بزن که دیگه برات حساب شه، اگه دوست داری اینو بگیری. بله من خیلی دوست می‌دارم. و تایتل سختی هم هست برای انمیات، خیلی سخته که تو حواست باشه دقیق هد یارو رو بزنی. خب بعدیش ها اسکامنجر. خب اسکامنجر یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که اون دراپ باکسی که هواپیما میندازه قرمزا، عزیزم فلرگان نه که بنگ بزنی بری لوتش کنی، دراپ باکس اون قرمزه میاد پایین، شما به ازای هر بار لوت میکنی یکی برات حساب میشه. پس اگه یه نفر اسکاونجر داره و نفر یکی این هست، فقط دراپ لوت میکنه، چیز خاصی هم نیست. برو بابا هست. خب چیز آسونی هم هست. بعدیش برزگر یه برزگر همین. این تایتل اگه بخوایم بچه ها به دستش بیارین، باید دمیج های بیشتری تو بازی به انمی یا باتا بدی، مهم نیست. یعنی دمیج فرق نمیکنه من میگم بات یا انمی، یعنی طرف روبرو، نه اگه بگی حتما باید انمی باشه حتما بات باشه، مهم نیست. یعنی شما دمیجات بالا باشه. چقدر دیگه؟ یعنی ناک میکنی سریع خودت فینیش کن، نه که رفیقات بزنن. تو باتا رو میزنی فقط دمیج بدوز از این اون، مهم نیست. اوکیه؟ دمیجات بالا باشه شما میتونی این تایتل رو به دست بیاری. و اینجا دارم میبینم توی این اسکرین شاته اون داش سجاد گلمون 883334 دمیج داره. توتال دمیجش همینه دیگه. دهن سرویس حاجی، تو چجوری اینقدر گرفتی؟ 800,000 تا، حدود 900,000 تاست. خیلی بازیش خوبه. پس این میشه چی؟ دمیج های بیشتری داشته باشی. خب بعدیش گرنیدره.
گرنیدر خب دیگه اسمش معلومه، گرنیدر یعنی چی؟ نارنجک. شما تعداد کیلایی که با نارنجک داشته باشی برات حساب میشه. که یکی از دوستان اماد این نمیدونم چندم کانادا رو داشت، یه هرچی بات که میدید هیچ که تیر نزنه آقا، هیچ فوشت میداد اگه میزدی بات رو نیدی میکشید مینداخت ناک فینیشش میکرد دیوس. ساکت شو بیادم. اینو گرفت. نفر چند کانادا هم داشت، حالا من بهش بودم گهنیدر الان اماد داره میشتم یه دهن سریع. این دیگه داره پوشن رافوز میده. خب بعدیش کلوز انکانتر. خب کلوز انکانتر یعنی منظورش چیه؟ از فاصله نزدیک. ببینید بچه‌ها فاصله نزدیک یعنی تا 50 متر این جزء کلوز انکانتر حساب میشه. خب بعد از اون یه چیز دیگه میشه. یعنی پس شما کیل هایی که ناک فینیش هایی که زیر 50 متر باشه این تایتل رو یکی برات حساب میشه و این بیشتر به درد کسایی میخوره که پینگ و ریجستر خیلی خوبی دارن، راحت میتونن اینا رو بگیرن. یعنی این تایتل رو میتونن بگیرن. ما نمیتونیم، والا من پینگ من 170 گوشی من یه شیائومی درب داغون انقدر لگ دارم اصلا نمیتونم تیر بزنم تا برسه که بخوام کلوز انکانتر بگیرم. ولی یکی از بچه‌ها رضا بهش ببینیم رضا سگ دمیج آره تو بخند. بچه مشهد هست. این کلوز انکانتر ایران گرفته بود، فکر کنم نفر 1 شده بود 10 شده بود. رضا چندم شده بود؟ تو کامنت ها بنویس. اینو گرفته بود از اون موقعی که آیپد گرفت، خداییش خیلی بازیش خوب شد. میگم خیلی تاثیر داره دیوایس. و اینکه دوباره میگم کلوز انکانتر اینه که زیر 50 متر هر کلی ناک فینیشی داشته باشی برات یکی حساب میشه. خب سریعتر بریم جلوتر. سریعتر بریم جلوتر. چی گفتم؟ خب بعدیش میدلمنه. میدلمن همونجوری که گفتم تا 50 متر. از 50 متر تا 150 متر این بین هر ناک فینیشی هر کیلی داشته باشی برات یه دونه حساب میشه. پس اگه میخوای میدلمن رو به دست بیاری تو این رنج ها سعی کن کیل بگیری، ناک فینیش بگیری. خیلی سختانه ولی باشه به خاطر تو. حالا هرچی که همون علی جلبکی سبزن گفتم آقا نفر فکر کنم 20 بود 30 بود چند بود، مال یک کشور اروپایی رو داشت، میدلمن بود اون موقع، میدلمن بود، الان میدل انه. میبندی اون دهنو یا بیام اون چای که دهنو گل بگیرم. خیلی دارم فوششون میدم. نه بابا بچه‌ها خوبی ان، ما داریم شوخی میکنیم. خب پس اگه میخوای میدلمنو بگیری تو این بین 50 تا 150 متر. چقدر من دارم حرف میزنم وای وای. می بخور منبر بسوزان گونه خور. خب بعدیش چیه؟ بعدیش لانگ شاته. لانگ شات همونجوری که گفتم تا 50 متر کلوز انکانتر، 50 تا 150 میدلمن، از 150 متر به بالا میشه چی؟ لانگ شات. این یعنی باید خیلی دیگه کارت درست باشه. یعنی شما باید انقدر ایمت خوب باشه که یه نفر بتونه تو 150 متر بالا بزنی. خب این نشون میده که تو باید انقدر دیگه یعنی دیوایس و پینگت خوب باشه که راحت بتونی این تایتل رو به دست بیاری. که من الان دوباره دارم نگاه میکنم FC سجاد داش سجادمون دوباره نفر اوله. چی؟ تا الانش 206 تا کیل داشته. 206 تا خوبه، بالای 150 متر خیلی ها. خب الان بچه‌ها میگه خب کدومیشون بهتره یا کدومیشون نشون میده یه نفر خفنه. خب این تابلو همین آخری که گفتم لانگ شات، کسی که بتونه از فاصله 150 به بالا کیل بگیره این نشون میده دیگه خیلی بازیش خوبه دیگه. کلوز انکانتر که دیگه جلوته، ایم هم نگیری میشه بگیری. گانزلینگر هم که دمیج که تو ولش کن، سولو میزنم که هیچی، اسکواد هم که بهتون گفتم، میدلمن هم که حالا، ولی لانگ شات همشون بهتره. من رو لانگ شات خیلی حساب میکنم. تو ببند دهنت که هرچی میکشم از دست تو میکشم. کسی بازیش پرو باشه من اینو میگم آقا پرو بخاطر لانگ شاتش خوبه. خب دیگه چیز دیگه نمون بگم. و اینکه کدوم کشورها بچه‌ها میخوایم بدونین که لانگ شاتاشون نشون میده که چیترن، مال بیشتر عربستان سعودی، بیشتر عرباست اینایی که من دیدم. چون هر کسی لانگ شات مثلا تو سعودی بری نگاه کنی لانگ شاتاشون بیشتریشون چیترن. مطمئن باشید طرف میبینید 1000 تا کیل داره. خب تابلو تو چیت داریدن سرویس. خب دیگه زیاد راجع به این چیزا صحبت نکنیم، بریم بعدها ویدیوهای آموزشی بیشتری بسه. امروز چقدر من حرف زدم. زیاد زر نمیزند؟ زیاد زر میزنی. خب بچه‌ها چیز دیگه نمون. نه خب دوباره میگم یادتون نره لایک،
سابسکرایب، زنگوله و کامنت و تعریف از من.